منتخب نورسان 17 ساله تاجیکستان اوید به فوتبال بعد از بازی دور سوم مرحله گروهی با اندکی تغییرات تناسب توپ‌ها راه مبارزه را در مرحله 8 نهایی ادامه داده نتوانست، ولی اشتراک در میان 24 دسته موفق کشورهای رشد یافته فوتبال جهان برای فوتبال بازان تاجیک شرف بزرگ است. صبح امروز منتخب کشور از مکان برگزاری چمپیونات جهان برزیلیا به وطن برگشت. با پیشواز فوتبال بازان نورس با تالار مهمانان رسمی فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان، کمیته کار با جوانان و ورزش و دوستان و پیوندانشان آمده بودند. پس از پیشوازگیری صمیمی مسئولین با هیئت منتخب صحبت دایر کرده برای اشتراکشان در این مسابقات بانفوذ و معرفی تاجیکستان در عرصه بین الملل با بازی خوب و ارزندهشان اظهار سپاس نمودند. چند خواهی که داشتیم چی نه که داشتیم اسپانیا خطی آرژانتین خطی اما چیزا مویشون دادیم بچه‌ها خیلی تجربه خوب گرفتن و یانده دا کار میکنیم خیلی که عمل میدونن که 50% امی چمپیونات جهان 50% جریبیوفکا هم جریبیوفکا مودا کانتا خیلی مشکل غلطه سپریکوی پرخواد بخواد اسپانیا و آرژانتین. اشتراک در این مسابقات فراجهانی که واقعا فوتبال بازان نورس ما نو بس از رقیبان پرقوت خویش بازی مجلل نشان دادند. گواهی آن است که ما در آینده نیز میتوانیم در این جوده به نتیجه های نظررس نائل گردیم. تنها برای خوبتر و بهتر ملکه را از خود کردن با این گونه رقیبان باید نیرو سنجید. مسابقه چمپیونات جهان که در دولت برزیلیا شده گذشت، ما گروهی از همه در گروه ما بود که با همراهی اسپانیا، کامرون، آرژانتین رقابت کردیم و کوشش میکنیم که در سال آینده در دولت ازبکستان که جام آسیا میان 19 سالان میگذارد در آنجا پراخت جام جهان را گرفته در جام جهان آینده که خدا خواهد نقش برآمد کنیم. سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان زینالدین رحیموف با رهبری فدراسیون فوتبال کشور برای مهیا کردن شرایط مشق و تمرین جهت آمادگی به چمپیونات اظهار میناداری کرده وعده داد که من بعد نیز بهره بلند برداشتن آبروی نفوذ فوتبال تاجیکستان در عرصه بین المللی خصوصا سال آینده در جام آسیا که در کشور ازبکستان بین جوانان 19 ساله برگزار می‌گردد تمام قوای و مهارتشان را صرف می‌نمایند تا دست پرورانش با نهایی افتخاری و سری بلند به وطن برگردند.